سرود یاران صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان. رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران تا آسمان است ستاره باران. هم رسم و پیمان موج خروشان، زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، برکنستد چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چون در غرنده باش در این شب سیاه، چو نوری تابنده باش بر این ظلمت بی صدا. اندیشه باش، اندیشه باش بر جهل شب پرستان. همچون تیشه باش، کوبنده باش، کوبنده بر این ریشه باش. بگو بر نوحه خوان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشسته‌ایم. درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم با پخش زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران. 103 روز از انقلاب زن، زندگی، آزادی گذشت. در این مدت ما شاهد رویارویی دو جبهه بودیم. از یک طرف مردمی با دستان خالی که در خیابانها حقوق انسانی و پایه‌ای ترین حقوقشون رو با دستانی خالی فریاد میکشند و از طرف مقابل رژیمی تا بن دندان مسلح که به وحشیانه ترین شیوه دست به سرکوب اعتراضات میزنه. آنچه که مشخصه اینه که این حرکت انقلابی حرکتی ابتدا به ساکن نبود، بلکه در تداوم مبارزاتی بود که سالها مردم مبارز ایران، مردم انقلابی ایران با اون دست و پنجه نرم می‌کردند. حاصل سالها سرکوب، زندان، شکنجه، فقر، استثمار، نابرابری طبقاتی و معضلات اجتماعی بود که رژیم جمهوری اسلامی در طول همه این سالها مردم ایران رو گریبانگیر این مشکلات کرده. ما در طول 103 روز گذشته شاهد جانفشانی‌های بسیاری بودیم. از دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، کارگران، جوانان و زنان که بی سابقه بود حرکتشون و در صف اول مبارزه بودند. رژیم در این مدت با سرکوب و شکنجه و اعدام به خیال خودش فکر کرده که میتونه مردم رو بترسونه و اونها رو به خونه هاشون برگردونه. غافل از این که با هر خونی که ریخته میشه، با هر زجه‌ای که به قلب مردم ایران وارد میشه، این مردم معترض عزمشون رو جزم‌تر میکنن و قدمهاشون رو استوارتر تا سرنگونی انقلابی این رژیم جنایتکار و مرتجع و فاسد. ما در این مدت شاهد همبستگی عظیمی بودیم و حمایت‌هایی که در طول تاریخ بی سابقه بوده. شاهد جانفشانی‌های زیادی بودیم. شاهد حمایت‌هایی بودیم از طرف معلمان و کارگران در صنف‌های مختلف و همچنین با دادن فراخوان‌ها از مردم انقلابی ایران حمایت کردن، فراخوان به اعتصاب. همونطور که میدونین اعتصاب مدرسه انقلاب هستش و اعتصاب کارگری میشه گفت که ستون فقرات اعتصابات عمومی هستش. اما
رژیم متاسفانه با سرکوب‌های خشنش نتونست کاری کرده که کارگران نتونن تا به امروز اونطور که باید به این انقلاب بپیوندن. در برنامه‌های گذشته با مهمانان گرانقدری که داشتیم در مورد ارزیابی این انقلاب صحبت‌هایی داشتیم، همینطور نقاط ضعف و نقاط قوتش. امروز هم در خدمت مهمان گرانقدری هستیم که انقلاب ایران رو ارزیابی کنیم، نقاط ضعفش، مشکلاتش و نقاط مثبتش و همینطور آینده‌ای که پیش روی مردم انقلابی ایران هستش. همراه هستیم با رفیق مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری از استکهلم، سوئد. رفیق مجید گرامی، سلام و درود. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت فراهم شد در خدمت شما باشم. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون، مرسی که منو به این برنامه دعوت کردین و با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون شما. خیلی خوش اومدید. خب رفیق مجید، همونطور که مطلع هستین ما در طول 103 روز گذشته شاهد این بودیم که این انقلاب فراز و نشیب‌های بسیاری رو پیموده و مردم معترض با عوض کردن تاکتیک‌های مختلف در روزها و هفته‌های گذشته تونستن این انقلاب رو تا به امروز پیش ببرن. ارزیابی شما از این انقلاب تا به امروز چیه؟ من فکر میکنم خودتون در همین مقدمه یه جمع‌بندی خیلی خوبی از این 103 روز کردین و تقریبا به همه حوزه هم اشاره کردین. اگه منم بخوام حرفی بزنم تقریبا در همین چارچوبه. اگه به طور کلی بخوایم بگیم، به نظر من یکی از نادر رخدادهای تاریخ ایران، نه فقط تاریخ معاصر بلکه تو کل تاریخ ایران، مجموعه حوادث و رخدادهایی که داشتیم، من فکر می‌کنم جز نادرترین اتفاقهایی باشه که یه به اصطلاح شروع یه تحول، شروع یه رنسانس، شروع یه تغییر و تحول عظیم در جامعه خواهد بود. ما 103 روز فقط از این حرکت گذشته، ما تقریبا هیچ حرکتی، نه تو تاریخ معاصر اگه نگاه کنیم، تو جنبش مشروطه، تغییر و تحولات دهه 20 قبل از کودتای 32، انقلاب بهمن اگه نگاه بکنیم سال 57 و با این مقایسه بکنیم، به نظر من این حرکت عظیم خصوصیات تحول بخشی داره. ببینید شما نگاه کنید، ما توی مشروطه انقلاب کردن که دست حکومت استبدادی قاجار رو به هر حال در حقیقت تضعیف کنن که منجر به قطعش شد، ولی کل شعاری بود که بالاخره میخواستن سلطنت مشروطه داشته باشن، شدن مشروطه خواها. یعنی قرار بود دیگه اون ما حاکم و سلطان نداشته باشیم، یه شاهی باشه که مظهر به هر حال وحدت مردمه ولی به قانون پایبند باشه. تو همه اون سالهایی که این همه مبارزه شد، این همه کشته شد، که تازه نتیجهش این شد که تو زمان رضا شاه میدونین که قوانین ما دوباره از شهر گرفته میشد. حتی ما نتونستیم تو عرصه‌های مختلفی قوانین عرفی وضع بکنیم. تو دهه 20 کلن جریانات به هر حال چپ اساساً و بخشاً ملیگراها دستشون بود و تو اون دهه هم خواستای معین رفاهی سیاسی مطرح شد، ولی هیچ وقت خواستای تحول بخشی مطرح نشد و به همین خاطر نتیجهش هم تغییر طبیعتاً خیلی مثبت تو قوانین هم بود. از جمله مثلا ما تونستیم قانون کار داشته باشیم که قبل از اون هیچ وقت اصلا قانون کاری وجود نداشت، یا مثلا نسبت به یه سری حوزه ها به هر حال جامعه بازتر شد. ولی ببینید فقط نگاه کنید، حزب توده ایران که اون موقع پیشروترین حزب ایران بود، وقتی میخواست تشکیل بشه، خانم چی بود، همسر آقای کیانور فیروز،
ایشون اون موقع بهش میگفتن شاهزاده سرخ، به خاطر اینکه از نواده های صفوی‌ها بود که بعداً شده بود که چپ شده بود. با اینکه همچین جایگاهی داشت ولی حتی به عضویت حزب هم نپذیرفتنش، به خاطر اینکه آقای سلیمان میرزا فکر میکرد که اگه یه زن عضو حزب بکنن، با اینکه این حزب چپی بود، حزب دموکراتی بود، در این حال فکر میکردن که صدای آخوندا رو در میارن، از اون طریق آخوندا میتونن علیه چپا و کمونیستا تبلیغات بکنن و به هر حال نفوذ اینا رو بین مردم ضعیف بکنن. انقلاب 57 نسبت به اینا به هر حال انقلاب بود، باعث به زیر کشیده شدن یه حکومت شد. ولی اگر به مضمون انقلاب نگاه بکنید، بجز اندک نیروهایی که نیروهای به شدت محدودی نسبت به کل جامعه اون موقع ایران و همه نیروهای سیاسی بودن، ما خواستای تحول بخش و انقلابی نداشتیم. با اینکه انقلاب بود ولی خواستای انقلابی نبود. بیشتر نیروهای ملیگرا که میخواستن تو دوره‌ای که کلا استقلال طلبی بعد از اون جریان الجزایر و مصر و همه اونا تضعیف شده بود، تازه اوتوپی و توهم استقلال طلبی رو داشتن و نیروهای چپ هم اساساً بر اساس یه آرمانگرایی عمومی حرکت میکردن، یعنی به حقوق شهروندی به اینا کمتر مطلع بودن ازش و خیلی وقتا اونها اینا رو هدایت میکرد. فکر کنید مثلا کسایی که طرفدار شوروی بودن در حقیقت اون قطب نمای حرکتشون این بود که چی به نفع شورویه، طبیعتاً هر چیزی که به ضرر آمریکا بود اینا طرفدار اون میشدن و چشماشون رو بستن و به هر حال یه نیروی میشه گفت مرتجع ترین گرایش سیاسی تو ایران که همین روحانیت محافظه کار بود و برخلاف این که اینا میگن الان خودعه به کار برد، همه را گول زد، اصلا اینجوری نبود. خمینی دهه‌ها پیش کتاب ولایت فقیهش نوشته بود، با حق زنان مخالفت کرده بود اون موقع که زمانش تو سال 42 گفتن. منظورم اینه که چیزی هم اینجوری پنهان نبود. با این همه خب بخش اعظم نیروهای سیاسی تو جامعه رفتن پشت خمینی، حالا بعضیا آشکار بعضیا ساکت، ولی همه اونا رو که مقایسه بکنین ما با اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم در شروع یه تحول اساسی هستیم که بنیانهای جامعه، بنیانهایی که میشه گفت هزاران ساله، ربطی هم به این 100 سال 200 سال نداره، هزاران ساله که با هویت‌های قومی، با هویت‌های ملی، با هویت‌های مذهبی مردم شقه شقه کردن، تیکه تیکه کردن و هر دوره‌ای بر اساس یکی از اون هویت‌ها کسی شده حاکم و چند صد سال سرنوشت اون مملکت رو رقم زده و الان داره این انقلاب زن زندگی آزادی با این بنیانهای ریشه‌دار تو جامعه داره در میفته. مسئله زنان فقط در سطح حقوقی نیست، کلاً داره به چالش میکشه اون بنیانهای فکری، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، همه اونایی که باعث میشه یه تبعیض آشکار علیه زنا باشه. منظورم اینه که اگه خلاصه بکنم، ارزیابی کلی من اینه که این دستاوردها نسبت به 103 روز واقعا شاهکار بوده و تا همینجا به نظر من کاری کرده کارستان. بله سپاسگزارم. خب رفیق مجید، شما از دستاوردها گفتین، از اهمیت مسئله زنان که قبل از این انقلاب مردم فکر می‌کردند که مسئله زنان مختص به خود زنان هستش، اما الان نه تنها همه مردم ایران بلکه همه مردم جهان به این اهمیت پی بردن که تا زمانی که زن آزاد نباشه جامعه نمیتونه آزاد باشه. اینو عملاً در این انقلاب شاهد هستیم، نه در سطح ایران بلکه در سطح دنیا. نقاط مثبت زیادی داره، هم بستگی که در خارج از کشور بوده، حمایت‌های گسترده، هم بستگی داخلی ملیت‌های مختلف
و سنین مردمی که در سنهای مختلف در این انقلاب حضور دارند، در صنفهای مختلف، از قشرهای مختلف، با ملیت‌های مختلف، همه اینها میشه گفت دستاوردهای این انقلاب هستند تا به امروز که خیلی هاشون از جمله در حوزه زنان این دستاوردها هیچ وقت قابل بازپسگیری نیستند. اما قطعا نقاط ضعفی هم داره. اگه به نقاط ضعفش هم اشاره کنی خیلی ازتون ممنون میشم. ببینید، من نگرانیم اینه که وقتی به نقاط ضعف اشاره میکنیم نقاط قوت این جنبش کمرنگ بشه. یعنی اگه یه جنبشی در عرض 103 روز یه شاهکار عظیمی به وجود آورده، ما باید اصل تمرکزمون رو به نگاه به جوانب مثبت و تحول بخشش داشته باشیم. به خاطر اینکه اگه این کار نکنیم، این با اینکه از لحاظ عینی یه داده است تو جامعه، ولی هنوز تو کل جامعه خیلی از مردم، اقشار مختلف، شاید به اهمیت این تحول پی نبرده باشن. یعنی فکر کنید ما اگه تو جامعه ایران، ما جامعه مردسالار داریم، جامعه مذهبیه و خیلی از مردم به خصوص تو همه این سالا با اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، ولی خیلی از مردم مردسالارن. یعنی ما مردسالاری را ما نهادینه شده داریم تو ایران. دستاوردی که به نظر من جنبش زنان داشته، که همونی که شما اشاره کردین، در حقیقت این حرکات بر دوش نسل‌های قبلیه، ببینید از بدو در حال اومدن و حاکم شدن جمهوری اسلامی، زنای ایران در عرصه‌های مختلف، تئوریک، سیاسی، سازماندهی، جمع‌های مطالعاتی، سالها فعالیت کردن. وقتی که به دخترای جوان گوش میکنی، بعضی موقع احساس میکنی که اینا همشون ادبیات جنبش زنان خوندن، به خاطر اینکه اون جنبش کاری کرده که خلاصه ادبیات خودش تونسته تو بطن جامعه ببره. و یه دختر خیلی نوجوان، اگه خیلی از همین فیلم کلیپایی که پخش شد فکر کنید، از جمله مثلا سارینا اسماعیل زاده که یکی از قربانیان به هر حال این جنبش بود، جانباختگان در حقیقت، اگه دقت کنید واقعا خیلی چیزا فرا گرفتنیه، یاد گرفتنیه. به خاطر همین من فکر میکنم ما همه از موظف هستیم که نیروی اصلیمون رو بر نقاط مثبت این بذاریم تا واقعا جا بیفته و مردم بفهمن که این جنبش که با قتل در حقیقت ژینا مهسا شروع شد، در حقیقت یه چیزی بود که افتاد تو سفره، یه نعمتی بود اگه بخوام به زبان مذهبی حرف بزنیم، افتاد تو سفره مردم ایران. من فکر میکنم حالا اینقدر باید راجبش حرف بزنیم که بخش بیشتری از مردم تو یک شهرهای مختلف، اقشار مختلف قدر اینو بدونن. تا اونجایی که به ضعف‌ها برمیگرده، خیلی از این چیزهایی که تو تحلیل‌های مختلف از رسانه‌های مختلف صحبت میکنن باید دقت بکنیم که بعضیاش به عنوان ضعف به هر حال تعریف میشه، بازشناسی میشه با یه هدف معینی. فکر کنید به طور مثال به ضعف رهبری تو این جنبش اشاره میشه. خب ولی باید ببینیم بیشتر از جانب چه کساییه. خیلیه که تو خارج کشور دنبال یه آلترناتیو سازی از بیرون هستن، انقدر بر این ضعف رهبری تکیه میکنن که مردم هم باورشون بشه که انگار یه ضعف بزرگیه و خیلی راحت‌تر بپذیرن که آره دیگه، به هر حال حالا یه رضا پهلوی یا یه کس دیگر رو توی خارج کشور علم بکنن به عنوان رهبر به اینا معرفی کنن. به همین خاطر باید دقت کنیم که وقتی از ضعف صحبت میکنیم به چه نکاتی اشاره میکنیم. به طور مثال که ما میدونیم الان مثلا این نوع حرکت ها با این نوع رهبری محدود فقط به ایران نیست.
ما الان جنبش‌های اعتراضی حتی تو نگاه کنید تو آمریکا، اون جنبش 99% هایی که ما داشتیم، توی فرانسه جلیقه زردهایی که ما داشتیم، توی یونان، توی خیلی از کشورها، حتی تو بخشی از کشورهای عربی، این به هر حال یه حرکت جدیدیه که وقتی نسل جدید حرکت میکنه به خاطر امکانات ارتباطی که ازش بهره‌منده و سالها قبلی نبود، الزاماً این نیستش که مثلا با یه سرمقاله یه روزنامه، مثلا فکر کنید تو انقلاب بولشویک بعد این چپیا و رهبرای کارگری وا میستدن، یه نشریه ایسکرایی می اومد، توی سرمقاله نشریه ایسکرا بهشون میگفتن که چیکار بکنید، یه خط میگرفتن. خب اون شرایط بود. من فکر کنم اگه لنین و نمیدونم مارکس هم الان بودن به نوع دیگه‌ای سعی می‌کردن تاثیر بزنن. به این معنی الان این روابط شبکه‌ای که خیلی هم مناسبه با جامعه استبدادی، ببینید همین حزب کمونیست ایران اون موقع که من تو ایران بودم تو دهه 60 مثلا ما فعالیت می‌کردیم، یه سیاستی به کار بردن، گفت با اینکه حزب بودن، با اینکه ما فعال حزبیشون بودیم، گفتن که الان ما سازماندهی هرمی نداریم، روی میاریم به سازماندهی شبکه‌ای. این به چه معنی بود؟ به این معنی بود که افرادی که فعال بودن حالا تو کارخونه، تو مراکز مختلف و بین اقشار مختلف، اینا دیگه قرار نبود که اون بالای مسئولی داشته باشن و اون مسئول مثلا چند تا هسته داشته باشه، اون هسته هم برن چند تا هسته دیگه داشته باشن. چرا این کار کردن؟ به خاطر اینکه سرکوب شدید بود و میخواستن جلوی اینو بگیرن که اگه جمهوری اسلامی یه تعدادی رو گرفت، حتی اگر برد زندان و تونست اطلاعاتی ازشون به دست بیاره، باعث ضربه خوردن به دیگران نشه. اگه یه حزب سیاسی میاد همچین سیاستی اتخاذ میکنه، به عنوان ضعف نمیگن که ضعف بوده، این به این میگن تطبیق با شرایط، یه آگاهی معینیه و این کار الان دارن اینا میکنن. یعنی یه روابط شبکه‌ای رهبران میدانی خودشونو دارن و ما توجه بکنیم که جمهوری اسلامی به نظر میرسه که قبل از، درسته که این قتل خانم مهسا امینی یه ناگهانی اتفاق افتاد، ولی قبل از این ما حرکت‌های زیادی تو جنبش کارگری، تو جنبش معلمان داشتیم و جمهوری اسلامی میدونست که رهبران سرشناس که میتونن رهبر سراسری حرکت‌ها بشن چقدر خطرناکن تو این دوره‌ها و به همین خاطر بود که اون سناریوهای مختلف رو درست کرد. الان ما رهبران معلمین که افراد خیلی سرشناسی هستن، ما تو حوزه زنان داریم، تو حوزه سیاسی داریم که 10 نفر از اینا الان تو زندان هستن و اینا چهره‌های سراسری هستن. میخوام بگم که جنبش به یه نوعی رهبرای سیاسی خودش هم داره. از یه طرف دیگه هم به خاطر وجود همین رسانه‌هایی مثل رسانه‌های شما و رسانه‌های مختلف از نظرها و دیدگاه‌های دیگه هم مطلع میشه. یعنی اگه اون سرمقاله رو نمیخونه، ولی تو همون ایرانش ما همین فعالین جوان ما به شدت تشنه تحلیل و نظر هستن و دنبال میکنن. من خودم شاهد بودم، من یه مقاله‌ای در یه سایت که برای در خارج کشور چاپ شده، من 10 میل داشتم از فعالین داخل ایران که نظرات خودشونو بیان میکنن و همه اینا نشون میده که به هر حال این نظرات به گوش اونها میرسه. یعنی اینجوری نیستش که اونها سرشونو پایین انداختن و راهنمود نمیگیرن، به تحلیلات دقت نمیکنن و اینا. حالا این از این لحاظ گفتم که میشه گفتش که این جنبش قوی‌تر خواهد شد و به همین دلیل در مقطع 103 روزه شاید بخشی از، اگه بگیم ضعف، اینا جزء خصوصیات طبیعی یه جنبش و حرکته. در ادامه من فکر میکنم باید دید که مثلا آیا این پلتفرم زن زندگی آزادی مشخصتر خواهد شد، آیا یک کاری خواهد کرد
که اقشار وسیع‌تری را شامل بشه؟ آیا اقشار کارگری و زحمتکش امیال و آرزوهاشون رو تو این شعار که به نظر من پلتفرم جنبشه که نباید اینو به هم بزنیم، یعنی پلتفرم همین زن زندگی آزادیه، ولی به مرور معلوم میشه که اقشار مختلف خواستاشون بیان میشه یا نه، که اونم میتونیم تو ادامه صحبت‌ها بیشتر بهش اشاره بکنیم. رفیق مجید، خب قطعا تداوم این انقلاب به نفع مردم هستش و به ضرر رژیم هستش، چون شوراهای محلی و شهرها و اینا کاملا تشکیل میشه و این شوراها همدیگر رو پیدا میکنن و راه سازماندهی رو میتونن خیلی بیشتر فراهم کنن و انقلاب رو تا سرنگونی بکشونن. اصلا منظور من رهبری نبود، چون درسته که دول امپریالیستی میتونن نقش داشته باشن در این انقلاب، اما خب مردم ایران نه شاه میخوان نه رهبر. به همین خاطر فکر کنم خود اونا هم به خوبی میدونن که رهبران این انقلاب در داخل جامعه هستن و در میدان رویارویی این دو جبهه هستن. منظورم این بود که خیلی از مردم گلایه دارن که خب کارگران صنعت‌های کلیدی از جمله صنعت نفت، که ما تجربه سال 57 رو داشتیم که کارگران صنعت نفت میتونن سرنوشت نهایی این انقلاب رو رقم بزنن، میتونن میخ آخر رو به تابوت این رژیم بزنن. گلایه میکنن که کارگران حضور ندارن، گلایه میکنن که اگر کارگران بیان برای مطالبات صنفی خودشون میان، در حالی که ما دیدیم که در چند سال گذشته معلمان دست به اعتصاب و اعتراض زدن برای صرفاً مطالبات حقوقی و صنفی خودشون بود، اما دیدیم که در سال گذشته، یکی دو سال گذشته، چطور این مطالبات راه رو فراهم کرد تا خواهان آموزش و پرورش رایگان باشن، خواهان جدایی دین از دولت باشن، همه دستاوردهایی که کاملا سیاسیه و درد مردمه که معلما اون رو به این درد رو فریاد کشیدن. منظورم این بود که خب الان از کارگرها بگیم. ما 26 آذر ما کارگران رسمی دست به اعتصاب زدن که حتی خود کارگران رسمی و شورای سازماندهی هم به عنوان یه قدم بسیار بزرگ ازش یاد کردن، یه دستاورد بسیار بزرگ. و میدونیم که کارگران رسمی نفت هم یه فراخوان دادن برای 10 دی ماه که در اون فراخوان از همه کارگرها دعوت شده که در این فراخوان شرکت کنن. خب الان این ضعفی که خیلی ها میگن که ضعف، آیا به نظر شما این ضعفه که تا به امروز کارگران به عنوان یه طبقه، به عنوان یه جنبش با پرچم خودشون در این انقلاب حضور ندارن؟ قطعاً که تک نفر در خیابون‌ها هستن و همین دانشجوها، همین جوانایی که ما میبینیم روزانه دستگیر میشن، شکنجه میشن، در خیابون‌ها کشته میشن، در زندان‌ها زیر شکنجه کشته میشن، فرزندان همین کارگران هستن. این به نظر شما ضعفه یا باید فرصت بدیم به کارگران؟ اگر این انقلاب به قول شما در این پلتفرم زن زندگی آزادی اونا هم خواسته های خودشون رو ببینن و این انقلاب به درازا کشیده بشه، اونطور که مردم و ما انتظار داریم، این کارگران به انقلاب میپیوندن؟ ببینید، من فکر میکنم من بزنید منظورم رو روشن‌تر بگم. نسل ما تو انقلاب 57 بیشتر به ضعف‌های هم متمرکز میشدیم و گلایه میکردیم. حالا جنبش‌های مختلف هست هم میکردن، سازمان‌ها نسبت به همین رابطه رو داشتن. چیزی که من میخوام بگم اینه که این انقلاب زن زندگی آزادی خودش با خودش یه روش، یه متد، یه نگاه مثبتی رو داره به ارمغان میاره که با سنت شیعه‌گری، با سنت مذهبی، با سنت تو سر خود زدن، با سنت فغان کردن داره مبارزه میکنه. من فکر میکنم ما از نسیم این حرکت باید برخوردار بشیم. ببینید، به طور مثال الان جنبشی که تو کردستان هست، از نظر کیفی، از نظر وسعت، از نظر دخیل شدن اقشار مختلف و از نظر فداکاری و از نظر تعداد قربانی دادن، با خیلی از مناطق دیگه قابل مقایسه نیست. خب یه عده آدم تو کردستان میتونن تیر بشن
تحریک بشن، هی بیان بالای منبر بگن که مثلا چرا بقیه نشستن یا اونا رو تحقیر بکنن. خب این به انقلاب کمکی نمیکنه. برعکس اگه مردم کردستان به حرکت خودشون ادامه بدن و نشون بدن که اون محدودیت هایی که جاهای دیگه بوده رو درک میکنن و امکان داره جاهای دیگه با آهنگ کنتری حرکت ها پیش بره، به خاطر اینکه یه اتفاقات پیشینه‌ای در کردستان قبلا اتفاق افتاده. توی کردستان نیروهای حکومتی کمتر تونستن تو فرهنگ ارزش ها تأثیر داشته باشن. کردستان هیچ وقت تسلیم جمهوری اسلامی نشده. میخوام بگم این ویژگی های، اگه با این ویژگی ها فقط ما مباهات بکنیم، بخوایم بقیه رو تحریک کنیم به عنوان مردم کردستان، این جنبش تضعیف میشه. برعکس اگر یه جنبشی مثلا مثل جنبش کارگری، این انقلاب از جنبش کارگری شروع نشد، این انقلاب با قتل جینا امینی شروع شد، این انقلاب با جلو افتادن زنان به خصوص دختران جوان برای لغو حجاب اجباری و در ادامه خودش برای لغو قوانین مذهبی و الان که اصلا داره علیه کل مذهب و ارزش‌ها و فرهنگ‌های ارتجاعی داره یه حرکت میکنه. خیلی طبیعیه که ببینید جنبش کارگری، طبقه کارگر ایران بخش اعظم مردم ایرانه. ما همیشه باید نگاه کنیم این جنبش، منم کاملا با این موافقم، اگه طبقه کارگر به عنوان یه طبقه وسط بیاد، این جنبش تقویت میشه و همه ما باید کمک کنیم که این اتفاق بیفته. ولی این اتفاق با نق زدن، با تحقیر جنبش کارگری به پیش نمیره. فعالینی هستن تو جنبش کارگری که دقیقاً پشتیبان این انقلابن و دارن روزانه فعالیت میکنن که بتونن نطفه های یه حرکت عظیم کارگری را به هر حال نطفه هاشو بکارن و یه حرکت عظیم به وجود بیارن. اینا دارن شبانه روز کار میکنن، ولی ببینید اینا با مسائل مردسالاری روبروان. تو خیلی از کارگرها هنوز عظمت این انقلاب درک نشده، پس بنابراین باید با شما با مردسالاری مبارزه کنی، آگاه کنی. نفوذ مذهب تو اقشار پایینتر جامعه قوی‌تره، باید با این مبارزه بکنی. موانعی که برای بسیج عمومی تو مراکز کار هست، یه فعال و رهبر کارگری بدون به رسمیت شناختن اینا نمیتونه کاری بکنه. یعنی شما ببینید فرق، من الان میتونم اینجا بشینم و نظرمو راجع به این که اگر طبقه کارگر به عنوان طبقه بیاد وسط میدون چی میشه بدم، ولی نمیتونم بر اساس این حرف و این اجازه رو هیچ وقت به خودم نمیدم که بر اساس این حرف فراخوان بدم. یعنی تفاوت فراخوان با موزه چی درسته چی غلطه اینه که فراخوان توسط کسایی که در محل هستن، فراخوان توسط کسایی که موانع را میشناسن و برای رفع اون موانع سالها کار کردن و در جایی میبینن که میشه الان فراخوان داد. حتی اگه رهبران کارگری یه برنامه دراز مدت دارن که طبقه کارگر را به عنوان یه طبقه در پشتیبانی از این انقلاب به میدون بیانن، دست به اعتصاب عمومی و سراسری در کل کشور بزنن، امکان داره در وهله اول این فراخوانشون رو بر اساس یه خواستای معینی بدن که بتونن بسیج کنن، بتونن توده کارگری رو بیارن، فقط پیشروهای کارگری نباشه. اگه واقعا بخواد به یه معنی اعتصاب عمومی رو به عنوان یه حرکت اجتماعی درک کرده باشیم. بنابراین اونا دارن کاراشونو میکنن و در هر مرحله تابلو کردن اونا که گویا پس چی شد و چرا وسط نمیان، اینا نشون میده که کسایی که از دور دستی دارن و زیاد این موانع رو نمیشناسن متوجه نیستن که برای این نوع کارا، به خصوص در جمهوری اسلامی که ببینید ما در اکثر مراکز قرارداد کارگر نداره. همین امروز من خوندم که توی یه سری از مراکز کار که دست به اعتصاب زده بودن اومدن همون نگهبانی
من اینو بارها گفتم، این قرارداد نداشتن یعنی چی؟ یعنی این که شما فردا که میخواین سر کار بیارین تو نگهبانی میتونن بگن دیگه شما کارگر این کارخونه نیستی و راتون هم ندن و بنا به قراردادی هم که دارن شما کارگر استخدامی نبودی، قرارداد سفید دارن ازتون یا قرارداد مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماهه دارن. میخوام بگم که ما با تشخیص این ضعف هاست میتونیم بریم. اگه در کل عمومی بگیم به نظر من ضعف هست که هنوز طبقه کارگر به عنوان یه طبقه نپیوسته، ولی دقت کنیم که میگم بازم تاکید میکنم 103 روز بوده و خیلی از این دخترای جوان، خیلی از این کسایی که دارن مبارزه میکنن متعلق به همین خانواده ها هستن و پدر و مادر اونا و اقوام اونا همه شرکت میکنن تو این حرکت ها. شاید میان تو مراسم 40مشون، تو مراسم سوگواریشون و خیلی ها شاید تو خیابون هم هستن، ولی اومدن به عنوان یه طبقه با سازماندهی معین به یک کارهای بیشتری احتیاج داره و به همین خاطر این دوتا در مقابل هم نیست. حالا یه سری از جنبش زنان یا از جنبش دیگه حالا صداشونو بلند کنن که بگن آره حالا نگاه کنین کارگرها نمیان، چون امکان داره خیلی از کارگرها با آگاهی همون دانشجو یا دختر جوان رسیده باشن، ولی اون دختر جوان امکان داره نونآور خانواده‌ای نباشه یا مثلا دانشجو همین موقعیت داشته باشه و خیلی طبیعیه تا اونجایی که حرکت‌ها خیابانی هستن عمدتاً تو همه کشورها اینجوریه که توسط جوانان به پیش میره. بله، بسیار سپاسگزارم. اشاره کردیم به 40م جانباختگان. ما میدونیم که خب روزانه رهبران میدانی با عوض کردن تاکتیک‌های مختلف تونستن که 103 روز مقاومت و مبارزه بکنن. یکی از این تاکتیک‌ها میشه ازش نام برد بر مزار جانباختگانه، چه روزی که این عزیزان دفن میشن، چه روزهای 3، 7 و 40مش که ما امروز و دیروز شاهد 40م‌های بسیاری بودیم. امروز در تبریز و در مهاباد 40م چندین عزیز جانباخته بود. اون چه که ما میبینیم بر مزار این عزیزان اینه که مردم معترض، خانواده های این عزیزان به دادخواه تبدیل میشن و مراسم این عزیزان میشه گفت به یه سمبل مقاومت تبدیل شده. سرود همبستگی میخونن، شعار سرنگونی مرگ رو سر میدن، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو سر میدن و به یه نوعی جایی این مراسم ها جایی شده برای سازماندهی. چقدر میتونه این تاثیر داشته باشه در پیشبرد این انقلاب و در همبستگی که بین مردم هستش؟ ببینید خانم کانی، الان ما فراموش نکنیم ما یکی از سفاکترین و سرکوبگرترین رژیم های تاریخ ما روبرو هستیم و اگه مقایسه کنید با همون انقلاب 57 زمان شاه، خب شاه رژیم دیکتاتوری بود، سرکوب میکرد، ولی به یه سری حوزه های اصلا کاری نداشت. فکر کنید تو تهران بهشت زهرا اصلا مأموری از طرف رژیم شاه پیدا نمیشد، یعنی یه حوزه کاملا دیگه به رسمیت پذیرفته بود که خب حالا یکی کشته شده این مردم اونجا دیگه آسایش روحی داشته باشن و کمتر به اونجا تعرض میکرد. اگر این جمهوری اسلامی انقدر سرکوبگر نبود، این مراسمی که شما میگی مراسم سوگواری واقعا صدها هزاران برابر بیشتر از این میشد. حالا توی کردستان میتونن این صدها رو بشکنن و بخشن زاهدان، ولی تو تهران واقعا خیلی سخت‌تره، تو خیلی از شهرستان‌ها خیلی سخت‌تره. یعنی الان ما تو خیلی از فیلم کلیپ ها میبینیم که واقعا هزاران نفر که اون جانباخته رو اصلا نمیشناختن، ندیدن، برای همدردی با خانوادهش میخوان به این به هر حال قبرستونا یا محل دفن این افراد برن، ولی نیروهای نظامی جلوشون میگیرن، راه ها رو میبندن. ولی با این همه
مردم به خاطر اینکه اون مکانهای کمی برای جمع شدن این استبداد واسهشون میذاره، مکانهای فیزیکی که از اونجا حضور جمعی داشته باشن، با این سرکوبای شدیدی که میکنه، به نظر من این یکی از عرصه‌های مبارزه شده. و دقت بکنیم اینم یکی از تحول بخشترین بخشای این انقلاب زن زندگی آزادیه که ما داریم از طریق این مراسم سنت‌های موجود رو به چالش میکشیم. یعنی نوع سوگواری هم دیگه فرق کرده. یعنی ما اگه تو تاریخ ایران نگاه بکنیم، این نوع سوگواری که تو ایران مرسوم بوده عمدتاً طرفدار اسلام شیعی وارد ایران شد و توی دوران صفویه این به شدت پا گرفت و به خاطر اینکه صفویان اصلا حکومت رو گرفتن دستشون، تونست به سنت تبدیل بشه. تمام این مراسم هایی که ما داریم قدمت خیلی زیادی نداره. قبل از اون ما مثل خیلی از کشورهای دیگه نوع سوگواریان فرق میکرده و هنوز بخشی از اون از کردستان، خوزستان هنوز مونده. ما نوع سوگواری‌های متفاوتی بین ملت‌های مختلف بوده. ببینید با این نوع مراسم مردم دارن حتی این سنت‌ها رو به چالش میکشن. ما رقص دیدیم، ما درست کردن کیک بر مزار دیدیم، ما آوازخونی دیدیم که الله اکبر و صلوات و یا آرزوی این که اینا برن بهشت خوشبخت بشن نبوده. و برعکس مادری داد میزنه که قرآن نخوندیم، بچه من هیچ وقت از قرآن و نماز خوشش نمیومد. منظورم اینه که ما دقت بکنیم که این فقط یه انقلاب سیاسی مثل خیلی از انقلابا نیست. یه انقلابیه که مردم تمام ارزش‌ها و فرهنگ طبقه حاکم رو داره به زیر سوال میبره و فقط زیر سوال نمیبره، توسط خودش و به قدرت خودش به خیلی از اون چیزهایی که معتقد باید باشه، فکر کنید مثلا میگه لغو حجاب نه ولی از این ور روسریش هم بر میداره، یا میگه مراسم به نقش مذهب از زندگی ما کوتاه ولی تو همین مراسم ها نقش مذهب رو از زندگی خودش کوتاه میکنه. و ما اگه اینجوری ادامه بدیم مردم یاد میگیرن که پس فردا میخوان عروسی کنن، پس فردا یه اقوامشون فوت کرده، یا 1000 کاری که تا حالا مراجعه میکردن به روحانیون و اینا دیگه مراجعه نکنن. دیگه این رسوم تحمیل شده از بالا توسط مذهب رو به چالش بکشن و اینجوریه که جامعه یه تحول عظیمی توش اتفاق میفته. و به همین خاطر من میگم با خیلی از این مراسم از طریق همین رابطه دیجیتالی شرکت کردم، گریستم و سوگوار همون بچه‌هایی بودیم که اونجا داشتن مردم واسهشون سوگواری میکردن و فکر کنم من تنها نیستم و بخش عظیمی مردم با این که نمیتونن تو اون مراسم شرکت کنن ولی قلبشون با سوگواران اونا هستش. بله، مجید رضا رهنورد که چشماش بسته بود و دستش هم شکسته بود و در دست جلادان بود گفتش که میخوام بر مزارم قرآن نخونن، آواز بخونن و شاد باشن. و این میشه گفت این جسارت رو ما در تمام خانواده این جانباختگان شاهد هستیم در این انقلاب. بسیار سپاسگزارم رفیق مجید. واقعا سوال خیلی زیاده، بحث کردن در مورد این انقلاب و همه این جانفشانی ها بسیار هستش، اما در صحبتاتون اشاره کردیم به اینکه رهبران کارگری، معلمی، کسایی که سرشناس بودن، شناخته شده بودن، با تجربه بودن، رژیم به شیوه‌های مختلف اونا رو دستگیر کرده و با سناریوهای مختلف، حکم‌های فعلی و بسیار سنگین اونا رو در زندان نگه داشته، چون پیشبینی همچین روزهایی رو داشت. ما در برنامه‌هامون خیلی به اهمیت این شعار که به صدر شعارا بره که زندانی سیاسی آزاد باید گردد میپردازیم. به نظر شما چقدر این شعار میتونه مهم باشه که
واقعا الان نمیگم اصلا نیست، جاش خیلی خالیه، اما خالیه در بین شعارها. همه خواهان سرنگونی هستن و آزادی و برابری، و درسته که آزادی زندانیان سیاسی هم شامل این در این شعارها هستش و شامل میشه، اما خود این شعار در صدر شعارها باشه چقدر اهمیت داره تا ما بتونیم این رهبران رو از زندان آزاد کنیم و بتونیم خیلی سریعتر از اون چه که انتظارش رو داریم این انقلاب رو به سرانجام برسونیم. ببینید، من فکر میکنم یه نشانه هایی هست، میشه بخش های مختلف آلترناتیو یا اپوزیسیون، بخش های اپوزیسیون رو باش محک زد. بخشی از اپوزیسیون که خیلی اصرار داره به سرنگونی و فقط سرنگونی و حتی از خیلی از خواستای اولیه انقلاب از جمله شعار زن، زندگی، آزادی خیلی زود میخواست بپره و از لغو حجاب اجباری بپره و خیلی میخواست به جامعه اینو برسونه که حتی مثلا لغو حجاب اجباری گویا یه بهانه‌ای بوده، هدف سرنگونیه یا هدف کل نظامه. ببینید این جریانا خیلی با برنامه ریزی شده میان، یعنی اینا با این حرکت هایی که میکنن قراره دوست دارن سرنگونی بشه ولی اون خواسته ها مطرح نشه. یعنی یه حرکت به نظر من کودتایی دارن، ولی کسایی که طرفدار یه تحول هستن، تحول انقلابی هستن، به زمان این رخداد نگاه نمیکنن. نگاه میکنن میبینن آقا بعد از این همه سالها ما میخوایم یک تغییری تو جامعه ایران اتفاق بیفته. اگه یه ماه عقب‌تر بیفته، یه سالم عقب‌تر بیفته، ولی این اتفاق بیفته برای من بهتره تا اینکه یه آدمایی بیان بگن خب لغو حجاب بهانه است. کجا بهانه است؟ این همه جوانایی که کشته شدن اومدن به بهانه پیدا کردن که بیان کشته بشن. اینا یه خاصی داشتن. یعنی ما به عنوان بازماندگان، کسایی که جان نباختن، باید به خواست اونایی که جان باختن احترام بذاریم. اینا از این لحاظ میگم که یه تحول بدون خواستای پراکنده و متفاوت و رنگین کمان به جایی نمیرسه. اگه همه چی را شما بکنید اون موقع آخرش میشه نمیدونم علی خامنه ای، آخرش هم میشه چی میگن ولایتش باطله، انگار که ولایت خوبه، ولایت ایشون باطله، بعد میان یه ولی دیگه انتخاب میکنن که ولایتش باطل نباشه. یعنی میخوام بگم که بخشای مختلف اپوزیسیون دقت کنیم، شعارها را اتفاقی نمیدن، یه اهداف استراتژیک و دراز مدتی باش دارن. اگه برگردیم به همین سوال شما، من چند هفته پیش یا فکر کنم اون موقع یه ماه خورده پیش یه سخنرانی داشتم اینجا، اتحادیه کارگری سوئد یه تظاهراتی گذاشته بودن در پشتیبانی از همین انقلاب ایران و از منم به عنوان یه سخنران دعوت کرده بودن. من اونجا خب تمام اصل صحبتم پرداختم به پلتفرم زن زندگی بود. خب تو اینجور جاها سخنرانی هم کوتاه دیگه، ولی اصلی ترین شعاری که آخرش مطرح کردم و التیماتوم دادم که به هر حال از طرف اتحادیه کارگری التیماتوم داده بشه به جمهوری اسلامی، آزادی زندانیای سیاسی بود. یعنی ببینید مثل یه جنگ میمونه. توی یه جنگ شما اسیر مبادله میکنی، توی یه جنگ غنیمت میگیری. یعنی به نظر من این یه جنگ، همونه که شما مقدمتاً بهش اشاره کردین، خصوصیات جنگ داره و ما تو این جنگ میتونیم به رژیم تحمیل بکنیم که بختی از کسایی رو که از ما گروگان، از جنبش ما گروگان گرفته رو آزاد بکنه و میتونه جنبش تنم بده و همین دیدیم. یعنی اگر همین اعتراضات نبود، همین اعتراضاتی که برای آزادی زندانی سیاسی نبود، که خیلی آزاد نمی شدن. خیلی آزاد شدن به خاطر همین فشارها. بالاخره جمهوری اسلامی هم بعضی جا مجبور به عقب نشینی تم بده و اینو به همه اون کسایی که اونجا زندانیان ما مدیونیم. شما خودتون اشاره کردیم به معلما و من جا داره اینجا از معلمای بسیار عزیزی که واقعا سالها برای این لحظه ها
لحظه شماری میکردن و متاسفانه الان تو زندانن و نیستن بیرون. من اسم نمیبرم ولی تعداد خیلی زیادی از شریفترین انسانهای این جامعه الان توی زندانن و خیلی هاشون هم نیستن. یعنی رژیم نمیتونه همه را دستگیر کنه، رژیم نمیتونه همه را برها بندازه زندون و مسئله از این چیزا خارج شده. یعنی مسئله الان شرایط طوری نیستش که مثل یه میگم توی کشتزاری دونه کاشتن، دونه پاشیدن، گل داره میده و اینا هی حمله کنن این گلا رو بچینن، پشت سر هم داره میاد. ما الان تعداد رهبرانی که تو همین 103 روز زاده شدن تعدادش قابل مقایسه نیست. چندین برابر رهبر اومد توی معلمات، توی کارگرها. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی هنوز متوجه نیست که شرایط سال 1401 به شدت متفاوته با دهه 60 که میومدن میگرفتن و میبردن و سازمانها رو میگرفتن. الان با بخشن با مردم کار دارن و خیلی وقتا با بچهای خودشون کار دارن. یعنی خیلی از این آدما کسایی بودن که ما میبینیم پدر و مادرشون رفتن جنگ، شیمیایی شدن، تو جنگ مصدوم شدن، فرزندان همینان که برگشتن علیه رژیم و احساس میکنن که حتی کسایی که در جنگ ایران و عراق هم کشته شدن قربانی این سیاست ها بودن. اونا را به هوای بهشت و به هوای اسلام و به هوای هر چی دیگه تیر کردن، به کشتن دادن، به جنگ ایران عراق فرستادن کردستان. هم نوعان خودشونو تو کردستان کشتن و این فرزندا چشاشون باز شده. من یادمه من سال 58 تو تهران داشتم میرفتم، تو محله‌ای که من بودم توی نارمک تهران، جلوی چشم دیدم بچه محله‌های خودمون، کسایی که ما باشون بزرگ شده بودیم، اتوبوس گذاشته بودن، همه داشتن سوار میشدن کجا؟ کردستان. گفتم کردستان میرین چی کار؟ خیلی از اینا گفتن اونجا زدن دارن مسلمونا رو میکشن، ما باید بریم اونجا با کفار مثلا مبارزه کنیم. متوجه این چی میگم؟ میخوام بگم دیگه تموم شد این دوران. ما توی یه دوران کاملا جدیدی هستیم و این شعاری که شما میگی یکی از شعارهای محوری ما باشه و راستش هر جا اگه دستمون رسید، این جنبش الان فعلا سرکوب یه مقدار آرومش کرده ولی مثل اون آتشفشانیه که داره آماده میکنه یه بار دیگه فوران کنه و تو فورانهای آینده امکان داره ما بتونیم حتی بخشی از زندانیامونو تو خیلی از زندانها که امکانش وجود داشت خودمون بریزیم سر زندانیا رو بشکنیم، زندانیا رو آزاد کنیم. من جلوی چشمم این روزا رو میبینم که میتونه اتفاق بیفته. ما راه، اگه بخوام خلاصه بگم، یه مسیر طولانی و پرفراز و نشیب داریم. با هیچ انقلاب دیگه، با هیچ حرکت دیگه نباید مقایسه کنیم. خیلی چیزا قابل پیش بینی نیست و تو این مقطع ما در حقیقت تمام نیرومون رو باید برای تقویت و پیروزی در این جنگ به کار ببریم. یعنی هر چیزی که به نظر من، هر تحلیلی، هر بحثی که باعث تضعیف این حرکت میشه، بحث بی‌موردی. یعنی اگه ما شکست خوردیم یا پیروز شدیم، فرصت داریم بشینیم سر جنگی که میکردیم بگیم تو کدوم جبهه چجوری جنگیدیم، تو کدوم جبهه باید عقب میشستیم، تو کدوم جبهه باید بازسازی نیرو میکردیم. همه اینا رو میتونیم بعداً بگیم، ولی الان همه انرژی، همه نیرو، همه دانش خودمون، تجربه خودمون رو در اختیار کسایی بذاریم که تو میدون هستند و بیشتر از اون به امکانات احتیاج دارن. میتونه امکانات مالی باشه، پس فردا امکانات نمیدونم ارتباطی باشه، پس فردا میتونه ابزارهایی برای شبکه سازی باشه و همه کسایی که به خصوص در بیرون، ما تحت اون استبداد نیستیم، تحت اون دیکتاتوری نیستیم، از این امکانات بیشتری برخورداریم و خیلی از ایرانیای خارج کشور از دانش خیلی متنوعی در حوزه‌های مختلف برخوردارن
و بتونیم همه اینا رو واقعا بذاریم رو میز و خالصانه، نه برای اهداف معین حزبی یا شخصی یا فردی بذاریم که بتونیم حرکت و جنبش رو تقویت بکنیم. و امیدوارم که این فشارها انقدر زیاد باشه که هم جلوی این اعدام‌ها گرفته بشه، هم انسان‌های شریف بیشتری بتونن از زندان آزاد بشن. بسیار ازتون سپاسگزارم. متاسفانه وقت برنامه داره به اتمام میرسه. خیلی دوست داشتم که سوالات بیشتری ازتون بپرسم. شما اگر حرف خاصی دارین که به صحبتاتون اضافه کنین یا نکته اگه در حد 1-2 دقیقه بتونید جمع‌بندی برای ما داشته باشین، خیلی ازتون ممنون میشم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از سوالای پرسشای خیلی خوبی کردیم. امیدوارم که پاسخهای منم به هر حال در خور برنامه شما، در خور پرسش‌های شما بوده باشه. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، من الان قلبم، فکرم، ذهنم با این انقلاب داره میتپه. دارم اینا روزانه و ساعت به ساعت دنبال میکنم و هر کاری که از دست آدم از اینجا بر بیاد میکنه در تقویت این و فراخوانم هم به همه انسان‌ها، همه آدم‌ها تو جامعه ایران اینه که هر فعالیتی که میکنن، هر حرفی که میزنن، هر کاری که میکنن با این معیار بکنن که ببینن آیا این جنبش تضعیف میشه یا این جنبش تقویت میشه. اگر این جنبش پیروز بشه، جامعه‌ای درست میشه، به سمت جامعه‌ای میریم که برای همه انسان‌های آزادیخواه، برای همه انسان‌های شریف که خواهان بهبود دائمی زندگی آدم‌ها در همه عرصه‌ها هستن جا باشه و به کمک هم بتونیم کاری بکنیم که مردم واقعا از این فلاکت و بدبختی و یه رژیمی که من بهش میگم رژیم طاعونی، واقعا یه رژیم طاعونی افتاده به جون این ملت، ازش خلاص بشه. خیلی متشکرم. خیلی ازتون سپاسگزارم. قطعاً صحبت‌های بسیار زیبایی داشتین. خیلی از این که دعوت من رو پذیرفتین ازتون ممنونم. امیدوارم که در آینده نزدیک بتونیم در برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم. ممنون. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. آنچه که تقدیم حضورتون شد گفتگویی بود با رفیق مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری از استکهلم، سوئد. ارزیابی از انقلاب با شکوه مردم ایران و اهمیت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد. امیدوارم در روزهای آینده این شعار به صدر شعارهامون بیاد، به امید روزی که ما شاهد این باشیم که هیچ زندانی سیاسی در زندانها حضور نداره و شاهد این باشیم که درب زندانها به دست مردم مقاوم و مبارز ایران شکسته بشه و همه این عزیزان به آغوش گرم خانواده هاشون برگردن. با سپاس از همراهیتون. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله. خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله. خامنه‌ای قاتله، ولایتش
خامنه ای قاتله ولایتش باطله خامنه ای